واو، 2.718 تریلیون دلار. به نظر شما این پول مربوط چیست؟ متاسفانه این پول بودجه نظامی در جهان به طور سالانه است. یعنی 2718 میلیارد دلار جهان به طور سالانه بودجه نظامی دارد. اگر این 2718 میلیارد دلار را تقسیم 365 روز کنیم، یعنی روزانه 7.5 میلیارد دلار برای آمادگی جنگ و کشتار مصرف می شود. اگر ما این پول را برای ساخت و ساز مصرف می کردیم چی می شد؟ اگر 50 روز هزینه نظامی متوقف شود، فقر جهانی برطرف خواهد شد و اگر در یک هفته متوقف شود، 525 بیمارستان و 52,500 مرکز آموزشی می توان ساخت. اگر می خواهید هر روز معلوماتتان درباره اقتصاد بیشتر شود، پس سابسکرایب کنید.